سینتتیکی، نارکولوژی و متامفتامین با اصطلاح جوانان کریستال وقتهای اخیر در بین قاچاقچیان واسطه‌های نشأه‌دار و استعمال کنندگان آن معروفیت پیدا نموده، معاملات غیرقانونی آن بیشتر گردیده است. در این نواری تقریباً 7 دقیقه‌ای مقامات از بازداشت 2 گروه خبر می‌دهند که در کلاب با فروش مواد نشأه‌دار از جمله ماده سخت تاثیر متامفتامین یا کریستال مشغولند. در دوشنبه هم اخیراً 3 نفر با همین جرم بازداشت شدند. مقامات با نگرانی از پهن شدن این مواد در بین جوانان خبر می‌دهند. آنها میگویند مصادره متامفتامین در 1 سال گذشته 2 برابر زیاد شده است. از شماره عمومی موادهای پسیخوتروپی مصادره شده 247 کیلوگرم اون را متامفتامین تشکیل داده با راه قاچاق از افغانستان به تاجیکستان وارد گردیده است. رسما شماری گرفتاران در کشور بیش از 4000 نفر گفته می شود و در میان آنها استفاده برندگان مواد سینتتیکی و پسیخوتروپی بیشتر شده، حتی نابالغان زیادی را فرا گرفته است. پزشکان میگویند ضربه آن به صحت جوانان نهایت خطرناک است. در هنگام منتظم استعمال کردن همین مواد پسیخوتروپی در شخص وابستگی پیدا می شود که اگر منتظم پس از استعمال آن را قطع کند، علائم پرهیزی در آن دیده می شود، یعنی که ابستیننس سیندروم دیده می شود که این حالت های آنها انفرادی میشوند، یعنی که اندیویدوالی از بی‌طاقتی، ناآرامی، بیخوابی، ویران شدن خواب، کم اشتهاگی، اینکه زود عصبانی میشوند، پرغضب میشوند، اینکه هر هنگام دریافت نکردن باز هم محزین شدنشان ممکن. ناآگاهی و هوس لذت یک دفعه‌ای از سبب‌های اساسی وابستگی جوانان به موادهای پسیخوتروپی یا سخت تاثیر نشأه‌دار از جمله متامفتامین دانسته می شود. این چنین هست که در آن شرایطی گوییم که یک گروه جوانان می‌خواهد یگان شخص باز به این جوانان مثال تقلید کند یا اینکه از کلان همین گروه گوییم مثال می شود که میگوید که اگر خواهی که با ماشینی تو باید یا همین نیز استعمال کنی، مثال دعوت میکند با استعمال دیگر. و حالت‌های هستند که از سخنان بیماران ما میشنویم، میگویند که با ما نفهمیده بودیم، خودشان دادن، مقصد تقسیم کردن برای با مقصدی شاید آنها رو به این موادها شناندن، آینده از آنها همچون یک مزاج کردن که با آنها آینده خرید و فروش کردن یا دیگر حال اینه که در حال این از سخنان خود بیماران است. اساس این معلومات کافی نداشتن درباره این گونه موادها. دوم راه و جستجوی حالت‌های یعنی که سرخوشی کردن، یعنی که حالت کیفی کردن. به گفته پزشکان بیشتر بیمارانی که برای طبابت به مرکز نارکولوژی مراجعت میکنند جوانانند. معتادان را با راه بی‌زهرآلودگردانی و توسط داروهای آرام کننده عصب معالجه میکردند. مرحله دوم طبابت این کار با روانشناسان و پسیخوتراپیست‌ها بوده است. اما نه همه امکان و اراده معالجه و رها شدن از این وابستگی را دارند و قاچاقبران به خاطر درآمد خود آدمان نو و مخصوصا نابالغان را گرفتار میکنند.